رسول اکرم صلی الله علیه و آله اینو بار بار براتون تکرار کردیم که عمر دعوت چند سال بود؟ 23 سال. یکی کل عمرش بود، یکی عمری که دعوت کرد. تا 40 سال دعوت نمیکرد. بعد از 40 سالگی دعوت کرد تا 63 سالگی. 23 سال عمر دعوتش بود. در 23 سال 13 سالش عقیده درس داد و 10 سال دیگه احکام، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، فقه معاملات، فقه عبادات، فقه کل مسائل فقهی، نماز، روزه، حج، زکات، الایمان و بدون و سبون و شعبه، تمام شعبات در 10 سال یک مضمونه 13 سال. این حال از خود فکر کن که مثلا در کل عمرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله 13 سال وقت خدا داد، صحابه کرام 13 سال درس خواندن و باقی ماندهشون در تدریس سیر کردن. ما و شما مثلا چند هفته درس عقیده خواندیم،